مظفر سفرов 50 ساله چند سال قبل به صدمه وزنین دچار شده قریب 70% بدنش مجروح شده بود. به خاطر برقرار نمودن سلامتیش مجبور شد که خانه و درش را فروخته خود را تبابت نماید، اما دارو و درمان سلامتی او را برقرار کردن نتوانست و او را معیوب یک عمر گرداند. در این هنگام زن و فرزندان با علت کارناشایان بودنش از او روی میگردانند و مظفر سفرов مجبور شد به مرکز موقتی شهر دوشنبه مراجعت نماید. اکنون خود قضاوت نماید. بعد از تمام شدن مهلت در این مرکز او به کجا می رود؟ شما چی وادار کرد که به همین مرکز مراجعت کنید؟ نگاهبینم نکرده. اساس نگاهبین نکرده غم دادن بس خیسام آمده. چون فرزنده که نگاه نکنند. نیومدن خبر نگیرتن در بانیسه. فرزندانتان رو بسیار یاد میکنند. خیلی پدر خیلی فرزنده یاد نمیکنه. پدر مادر این فرزنده باید یاد کنه. این فرزند اگر به قدری هم دوستایی برسه. کدام سال به سال صدمتون دچار شده؟ 2011 26 اکتبر کاری خوب کنیم که در نام خداوند بود. در کجا این واقعه رخ داد؟ نورگله 185 متر آورده رفت. ماشین پرید برفت. بعدی بود در بانیسه یک 5-6 سال در بانیسه بودم. بعد در نمکوزنیز پاما بریدم. بعد هم با چیکار خاطی کم راه میداد. خودم چپم پرسیده. دستی راستم بالا استخوانش نیست. پایون در کار میکنه بالا نمیره. بس تومورمش کسگیه. 2 کیلو وزن ممکن نیست. خیلی خداوند همه کار خود کرده. در اون روزها کی در بر شما بودن که شما را نگاه بین میکردن؟ یک دو امک نگاه بین میکرده. با صحبه دستای خلا میگن. عذاب همون ایسا کشتگیه. در من هم عذاب به حد عذاب ایسا کشتگیه. خیلی فرزنده کش. به حد مرا ای مرگ اولیش کده این میشه هم صحبه نجاتون دارد. هیچ شوهر رو در بایستن قومتون در راست بود. شما چی آرزو دارید؟ این زمان میخواید که کدام آرزویتان عملی شود؟ من یک آدمی که نمیتونم نیست. چی آرزو میکنم؟ یک کسی زن در باره هم دخستر میشه. یک گپی نگذارم بزن خستر میشه. یا نکه خواهد بریم. همش خوب میشه. این حیات که با همین چیزی که خلمکش کردم شما.